یکی که قسمت قبلی اون یه دونه بلادی نوز بود، یه دونم این که بعدش عاشق میشه دیگه، ایرنه، و بعد آشنایی با ادبیات و اینجور چیزا. آره آره این فصل هست که ایرنه اون دختره که چیز بود دیگه، اون رهبر دخترها بود و این رهبر پسرها بود. آره و اینکه با ادبیات هم که آشنا میشه اونجا دیگه اگه بس باشیم ما. یه سلامی من عرض میکنم خدمتم. مهمون ویژمون جیک جیکو. آره نظرات ایشون واقعا جالب بود، حضورنیه. الان صدا رو داری؟ چون یه لحظه بازم قطع شد. بله کاملا صدا رو دارم. بله خب این قسمت آی میت داروینه. البته خب اسپویل کنم که واقعا داروینی که ملاقات نمیکنه، ولی منظورش آشنایی با داروینه، یعنی خوندن کتاباش و ایناست. بله آره بسیار عالی. خب این بریم تو کارش. آره دیگه اون قسمت که از دبیرستان در واقع فارغ التحصیل میشه و میره به کالج. خب اون تیکه‌ای که من گفته بودم که توی تابستون داشته پیش اون خواهر روحانی درس می‌خونده مربوط به اینجا بود، اون مربوط به اون فصل هم اشتباه اونجا گفته بودم. توی وقتی درسش تموم شد تو تابستون اون خواهر توی ریاضیات و اینا کمکش میکنه و اتفاقا یه درگیری هم با هم داشتن که اون خیلی شاکی میشه، میره پیش همون پدر مانتلیه و میگه که اصلا با این من نمیتونم کار کنم، یا جای من اینجاست یا جای پسره اینجاست و اینا. که ببخشید این درگیریشون شامل چی بود؟ من یادم دقیقا فکر نکنم گفته باشه که، ولی میگفت خیلی مثلا اذیتش میکردیم به خاطر اینکه اون مثل یه سری مشکلات من یادم رفته. نه یه سری مشکلات روحی و روانی و اینا هم داشته اون خانومه و اینا از اون نقطه ضعفش سوء استفاده میکردن و اذیتش میکردن که آره دیگه. بعد که این دیگه خیلی ناراحت میشه میره پیش اونو، بعد فقط پدر مانتلی بهش میگه که دیگه نبینم همچین رفتاری بکنی، که اینم خیلی بهتر میشه، یعنی به خاطر اون مثل که کاریزماتیک بودن اون پدر مانتلیه فقط یه تذکر کافی بوده، این دیگه در واقع خیلی بهتر دنبال میکنه درس‌ها رو، خیلی آروم‌تر تو کلاس. آدم میشه. آره بعدش که میگه حتی انقدر خوب شده بود که همون خواهر سیسیلیاه که باش مشکل داشت یه ساعت هم اضافه تر بدون اینکه هیچ دریافتی داشته باشه میمون که با من درسامو کار کنم. آره اینجوری بود. و بعد میره امتحان میده برای کالج، همون کالجی که قرار بود اسکالرشیپ بهش بدن. امیدوارم ما وصل باشیم. وصلیم الان؟ وصلیم؟ آره باشه یه تیکه فقط ما لگ داشتیم به خاطر مشکلاتی که تو مسیر من عذر میخوام. آره اگه لطف کنی که یه بار دیگه این تیکه رو بگی، این که در اینجا اومدیم که این آقای پدر فلان فهمان آره به ایشون یه تذکر داد، ایشون هم درساش بهتر شد و به قول معروف به انسانیت رو آورد. آره آروم شد و بعد اینکه حتی میگم انقدر خوب شده بود که اون خواهر سیسیلا یه ساعت هم اضافه تر به خاطر این بدون هیچ دریافتی میموند که باهاش کار کنه، بهش درس بده، که این داشت آماده میشد برای آزمون کالج. بازم قطع شد فکر کنم. الان وصلیم؟ نه آره من دارم من میشنم. آره میشه داشت آماده میشه برای آزمون کالج که میگم حتی یک ساعت اضافه تر میموند که بهش درس بده.
و بعد خلاصه میره و تو اون شهر نیوجرسی آزمون میده و میگه حالا چون که مثلا که تعداد زیادی اومده بودن و اینها تعداد کمی میخواستن، اما این هم جزو اون تعداد نفرات بوده و میگه حالا یا اینکه خیلی خوب دارم اون امتحانو یا اینکه سفارش این پدر مانتلی بوده که قبول شدم. بله که اتفاقا این پدر و مادرشون هم که مادرش خیلی استقبال کرد از اینکه این آقای پدر کازیه هم چیزی یه کالج خیلی خوب واسه ایشون پیدا کنه که هزینه های تحصیلش هم کلیسا پرداخت کنه. آره دقیقاً. خب این اتفاق میفته در رابطه با اون شهری که این درس میخونده. یه شهری بوده که پر از مثلا که لوکوموتیو و اینا بوده، تو محل گذر بوده، خیلی هم نزدیک به نیویورک بوده اتفاقا. و میگه که خیلی عجیبه این عکس همونجاست؟ آره عکس همونجاست. خیلی نزدیک به این عکس رو یادم نیستش، شاید اشتباه کنم، نه شاید عکس اونجا نباشه، ولی خب یه همچین تصویریه تو کتابش. فضاشو میرسونه. آره که پر از لوکوموتیو بوده، اتفاقا پر از دود و اینجور چیزا بوده که میگه من نمیدونم فکر کنم 6-7 سال احتمالاً همین تو همین شهر بوده حدوداً و میگفتش که تمام این دود ما استنشاق میکردیم. میگفت شاید بعداً اون دیدش جالبه اینجا که میگه شاید بعداً که قطارها تبدیل به قطارهای الکتریکی بشن توی آینده احتمالاً اینجا وضعیتش خیلی بهتر میتونه باشه جایی که داشته شد. خب اون شهره اون طرف همون رودخونه بوده که محله منهتن نیویورک یه طرف دیگه شه و میگفت خیلی عجیب بود فاصله این دوتا با هم دیگه، این دوتا محل با هم دیگه، یکی خیلی پیشرفته و خوب، یکی هم مثل این شهری. البته میگم فقط هم مشکلش دود و اینا نبوده، انباشت زباله و اینا مثل این که مشکلات زیادی داشته این قسمت. حالا این از این من شما عرض کنم که این وارد همون کالج میشه آره این رو با دقت بیشتری برداشتم و این عکس قدیمیه یکی از کالج های همون شهر نیوجرسی، یکی از کالج های شهر نیوجرسی. آره چی وارد کالج که میشه میگفت که همون در ابتدا اصلا خیلی خیلی راحت بود برام درس‌ها، چون قبلش خیلی کار کرده بودم، به خاطر همین یه مقدار که پیشرفت کردم توی میان ترم من رو یه گرید بردم بالاتر، یعنی به جای اینکه تو اون گرید پایین باشم توی یه گرید بالاتر داشتم درس میخوندم. و بعد از اون بوده که مثلا که یه خورده سخت میشه درسا و میگه دیگه شاگرد اول شدن اینا خیلی سخت بود، شاید هم باید فراموش میکردم شاگرد اول شدن تو اون گرید بالاتر که بودم. اوکی صدا رو داری دیگه؟ مشکلی نیست. صدا رو داری؟ اصلا الان کاملا دارم میشنم. داری میشنم خیلی خوب. بله کاملا. بعد یک خلاصه این که باز هم خیلی تلاش میکرده، یعنی توی اون کالجش خیلی خیلی میرفته سراغ کتاب خوندن و میرفته سراغ کتاب خوندن و اینا و یه اتفاق کوچیکی میفته، اونم یه فردی بوده که خیلی قد بلند و هیکلی و اینا بوده و اینم اتفاقا باش دوست بوده، یعنی سلام علیکم اینا داشتن، اما یک دفعه این داشته راه میرفته یه گوله برف بهش میخوره که میفته و از هوش میره و چند دقیقه بعد به هوش میاد خودش. بعد میگه که اونجا قسم خوردم نه خود ویلدورانت این اتفاق براش میفته، بیهوش میشه و بیهوش میاد و وقتی میگه بیدار شدم گفتم که حق اونی که این کار کرده حتما کف دستم میذارم، اصلا فرقی نمیکنه کی باشه و اینا، که مشخص میشه اون آدم هیکلی بوده که باز هم یه درگیری فیزیکی میره باش پیدا میکنه. بازم بعد از اینکه تعطیل میشم میره یه درگیری فیزیکی باش پیدا میکنه که اینجا جالبه. میگه که بعد از این قضیه بود که من این آخرین باریه که راجع به
آره میبازه دیگه اینجا تعریف نمیکنه، میگه ازش میگذرم حالا چه اتفاقی افتاد، اما میگه این آخرین باریه که از درگیری‌های فیزیکیمون مشت زدنم و اینا تعریف میکنم براتون، چون که دیگه بعد از اون به این نتیجه رسیدم که من بهتر روی کار ذهنی کار کنم یا تا کار فیزیکی و جسمی، بخاطر همین کلا این کار دیگه کنار گذاشتم که درگیری فیزیکی رو لقبش ویل بازنده بوده احتمالاً. آره کلا این اتفاقی بوده که براش افتاده و بعدن که میگم خیلی دنبال کتاب خوندن و اینا بوده، میره سراغ نه تنها اون کتابخونه اون دانشگاهی که بوده، بلکه کتابخونه های بیرون هم میره و یه وصفی هم از اون کتابخونه ها داره که چجوری بود. یکیشون نام میبره میگه خیلی خوب بود چون ما بین قفس ها میتونستیم حرکت کنیم، خودمون کتابو انتخاب کنیم، اما خب مثلا محدودیت داشت تعداد کتابایی که میتونستیم ببریم، ولی من حیفم میومد. بعد حتی میگه انقدر حسرت میخوردم که کتابای مختلف حالا در زمینه‌های مختلف فلسفه و غیره رو میدیدم و میگفتم که مطمئنا عمر من حتما اجازه نمیده که تمام این کتابا رو بخونم. خلاصه بسیار بسیار علاقه‌مند به کتاب خوندن بوده تو این دوره. میگم حتی کتابخونه دانشگاه هم براش کافی نبوده، چند تا کتابخونه شهر رفت یه سری کتاب مطالعه کرد و آره دیگه رفت. آره دیگه این قسمت کتابخونه است که در واقع توی کتابخونه های شهر هم میرفت علاوه بر کتابخونه کالج و کلا انواع اقسام کتابا رو میخوند و اینکه خدمت عرض کنم که میگفت حسرت میخوردم که یه عالم کتاب هست و عمر من مطمئنا کفایت نمیده که همه کتابا رو بخونم. این حسرت من اوکی. صدای من میاد دیگه الان وصله؟ بله خب اما خب یک بار که یه سری کتابایی که از کتابخونه گرفته بوده رو داشته میبرده، یکی از کشیشا دیدتش و گفته که تو میدونی که باید تحت نظر کشیشان کتاب بخونی، یعنی تحت نظر یه معلمی که کشیشه کتاب بگیری بخونی. بعضی از اونا شاید برای ایمان تو اینا ضرر داشته باشن. خب و اتفاقا اینها یه چیزی داشتن به نام همین، این یه چیز لاتینه. خب به در واقع ایندکس یعنی فهرست لیبرووم، آره این لاتینه در واقع انگلیسی نیست، پروهیبیوروم، من نمیتونم بخونم لاتین، اما یه همچین چیزی که در واقع فهرست کتابای ممنوعه بوده و اینم مال اون دوران نبوده. من اونجوری که تحقیق کردم فکر کنم اصلا از 1500 خورده‌ای یه همچین چیزی این شروع شده، این لیست کتاب‌هایی که ممنوع است از جانب کلیسا. ولی خب هی در حال چیز بوده دیگه، آپدیت، یعنی هی لیست کتاب‌های جدیدتری رو بهش اضافه می‌کردن به این لیست و اینا تا زمانی که مثلا کلیسا قدرت داشته و اینا یه همچین چیزی بوده. حالا الان هم هست یا نه نمیدونم. خلاصه این که میگفتش که این کتابایی که میخونی شاید جز این لیست باشن و نباید بخونی و باید حتما در واقع از یه نفر که میدونه و کشیشه راهنمایی بگیری برای خوندن کتاب، که این هم خب خیلی اهمیتی نداده به حرفش و حالا کتابایی که میخواسته رو میگرفته و میخونده. اما در رابطه با داروین، خب این جای خونده بوده که مهمترین کتاب قرن 19 یعنی اون قرنی که توش به دنیا اومده، کتاب خاستگاه انواع یا The Origin of Species داروین، مهمترین کتاب اون قرن داروینه و حتما باید خونده بشه. به خاطر همین اینم رفته کتاب The Origin of Species، خاستگاه گونه ها. من گفتم انواع، خاستگاه گونه ها. اشتباه من گفتم انواع، خاستگاه گونه ها. خاستگاه گونه های داروین بوده و اینم شنیده بود که بهترین کتابه دیگه، گفته چه تو ایندکس باشه چه تو ایندکس نباشه من میخوام این کتاب بخونم و رفته شروع کرده به خوندنش. اتفاقا همون موقعی که این کتاب دستش بوده
این پدر مانتلی هم اینو میبینه و میگه چی داری میخونی؟ میگه این رو دارم میخونم. میگه میدونی که این ممکنه برای سن تو ضرر داشته باشه و ممکنه ایمان تو از بین ببره. تو باید صبر کنی و بعدن که یه خورده سنت رفت بالاتر و شناخت بهتری پیدا کردی به طوری که ایمانت متزلزل نشه بعدن اینو بخونی. که این بعدن میگن ایمان من قوی تر از اونه که داروین بتونه اونو از بین ببره و من میخوام کتاب بخونم، اونم که میگه هر جور که راحتی دیگه. اما این کتابو که میاد بخونه میگه که اصلا نگرانی اینا بیمورد بود، چون من دنبال این میگشتم که خاستگاه انسان و اینا چیه و اکثرا این راجع به گیاها و حیوونا و موجودات و اینا صحبت میکنه، موجودات دیگه صحبت میکنه و خیلی به انسان نمیپرداخت و خیلی هم من متوجه این کتاب نمیشدم. به خاطر نصفشو که خوندم دیگه ادامه ندادم اصلا. خیلی هم چیزی دستگیرم نشد و برگردوندم کتابو به کتابخونه اصلا بدون که چیز کاری بکنم. اما یه کتاب دیگه داروین داره به نام The Descent of Man که اون رو هم این تعریفش رو شنیده بوده و گفت این رو هم میخواستم بگیرم و بخونم و بدون اینکه در واقع دیگه دنبال داروین برم. اگه اینم مثل اون کتاب قبلیه بود دیگه دنبال روی داروین نباشم دیگه، یعنی دنبالشو نگیرم. که این کتاب رو The Descent of Man چیه بشر اینو معنی میکنیم؟ بذار میخوای همین الان ببینم. of man بشر، اون من به معنی بشره. من فکر میگی مت. نه مثلا ریاضیات به معنی بشره. دیسنت؟ آره دیسنت معنی چیه؟ بذار دقیقا معنی این کتابو معنیشو دیده بودم و یادم رفت. این بهترین راه برای دیدن معنی اینه که سایت ویکی‌پدیا اگه باز بشه، ویکی‌پدیا که پرینتر نیستن، بریم و فارسیشو ببینیم. تبار، دیستن میشه تبار انسان و گزینش در ارتباط با جنسیت. این اسم کتابی بوده که خونده، سلسله بشریت. آره. و حالا دیگه داستان این کتاب با اون کتاب قبلی فرق میکرده، یعنی اینجوری نبوده که متوجه شد. دیده داروین داره یه سری دلایل میاره، یه سری فکتا که جمع کرده بوده خودش میاره و دلیل میاره برای اینکه انسان تقریبا مثل حیوانات دیگه است، یه خورده تکاملش با حیوانات دیگه فرق میکنه. همون جوری که حیوانات دیگه میخورن انسان میخوره، همون جوری که حیوانات دیگه تولید مثل میکنن انسان تولید مثل میکنه، همونجوری که حیوانات دیگه فرزندانشون رو دوست دارن انسان هم دوست داره و خیلی فرقی با حیوانات دیگه نداره و همونجوری که اونا میمیرن از بین میرن انسان هم میمیره از بین میره. در واقع داروین یه همچین استدلالی داشته که این دیگه در واقع احتمالاً یکی از نقاط عطف زندگی ویل دورانت بوده، این کتاب خوندن این کتاب. خب و این چیزی که این پشت جلد کتابه اثر داوینچیه، درسته؟ نمیبینم کتابو الان شیر نیستش صفحه من؟ نه بذار واسه من شیر کنم. اون رد شدیم شیرش چیز شد، شیر نیستش. بذار شیرش کنم. الان میبینی؟ هنوز آره بله این کار داوینچیه. جالبه، من نمیدونم چرا اینو گذاشتم پشت روی جلد این کتاب و پشت نوشتهش. اینو باید همونجوری که من میدونم بله ایشون یکی از البته مال آقای داوینچی 2 تا دست نداره 3 تا داره فکر میکنم. البته یه روش تغییر میتونی بکنی ولی اون چیزی که من از ایشون یادمه 3 تاست. شبیش هست. خب حالا اینکه چرا اینو گذاشتم توی جلد این کتاب، اون ناشری که اینو چاپ کرده نمیدونم دقیقا، اما خب باید یه ارتباطی باشه. مثلا شاید به عنوان بشریت هست این آدم، شاید نمادی از بشریته. حالا تعبیر نقاشی اونو باید بیشتر زوم کرد. از دور نمایی که داره یه نمای متفاوتیه تا نمای نزدیکش. مثل این نقاشی های داوینچی هم کلا یه احتمال مقاله ریاضی باشه هر کدومش، ولی انقدر دقیق از نظر ریاضی و مهندسی و اینا یه نسبتی از تناسب. ببین
داوینچی آره دیگه، در واقع آقای لئوناردو داوینچی یک مهندس بوده، در واقع یک ریاضیدان و فیزیکدان که به صورت آرشیتکت اینا رو بررسی میکرد و یه سری ابزار و دستگاه میساخت و ایشون فقط ترسیم خیلی قوی داشته، اینم کمک میکرده به محاسباتش و طراحیاش. در واقع با استفاده از ترسیم قویش میتونسته تحلیل کنه، بررسی ذهنی دقیقی داشته، بررسی ذهنی دقیقش رو با ترسیم دقیق میکشیده و روی نقاشی‌هایی که میکرده در واقع ترسیم‌هایی که انجام میداده کار میکرده. حالا به نوعی انگار ترسیم‌ها انقدر قوی و دقیق بوده که خب مثلا یه نقاشی از یک آدم هم به یه نوع یک ترسیمه دیگه. که ایشون حالا با این نقاشی از اون آدم یه جورایی فقط بحث نزدیک کردن خودش رو به اشراف و خانواده‌های مهم و اینا رو انجام میداده. که حالا به نظر من با چیزایی که نقاشیش مشخصه که هیچ کدوم تقریبا تکمیل نکرده، ایشون علاقه‌ای به ترسیم آدم‌ها و نقاشی کردن نداشته. آره. متوجه شدم. حالا بازم فکر کنم بعداً روی داوینچی هم باید یه تحقیقات نسبتاً مفصل دقیقاً ما تو ادامه تحقیقات اون ایشون هست. یعنی بعد از دانته میریم وارد رنسانس میشیم که میرسیم به اینا. آره بله بسیار. خیلی خب این از این قضیه که این میگم خیلی تاثیر گذاشته روش، چون دلایلش رو دیده و کامل تونسته بخونه این کتابو و اینکه آره دیگه دلایل داروین رو دیده و اینکه تمام پاسخهایی که از طرف افرادی که مذهبی بودن و غیره به داروین داده شده بوده رو ایشون خونده. یعنی تمام پاسخهایی که در دسترس بوده رو بعد از خوندن این کتاب داروین خونده. یعنی تمام نقدا رو بررسی کرده. آره تمام نقدا هم رفته بررسی کرده و البته که هیچ کدومش رو قانع کننده پیدا نکرده. یعنی اینکه خدمت شما عرض کنم که در واقع چیزی که میگفتش که اکثر نقدا از یک مسائل فلسفی شروع میشدن که میخواستن داروین رو با اون مسائل نقد کنن و بعد نتیجه گیری که میشد از اون فرضیاتی که از قبل شده بود خیلی بزرگتر بود. یعنی اصلا اون فرضیات اولیه به اون نتایج ختم میشد، نتیجه گیریاشون بزرگتر بود. بعد داروین میگفت یه چیزی که راجع داروین میگفت انگار نویسنده‌ای بوده که بدور از جنجال و هیاهو رفته برای خودش فکتا رو جمع کرده، چیزایی که به نظرش فکت بوده رو محقق بوده جمع کرده، آره اومده بر حسب اونای کتابی نوشته یه نتیجه گیری کرده، انگار که بدور از جنجال بوده. منتها مثلا این در مورد اون پاسخهایی که به داروین داده شده صرف نمیکنه و میگفتش که من با اون ذهنیتی که داشتم و خب فلسفه و اینا خونده بوده از قبل دیگه، تو اون چیز بزرگ شده، میگفت میتونستم اون تناقضات رو توی جوابهایی که به داروین داده میشد پیدا کنم، ولی خب میگفت من پیشینه علمی نداشتم که بتونم از نظر علمی داروین رو بررسی کنم. منتها توی جواباشون، توی اکثرشون یا توی همشون من مشکل پیدا میکردم، یعنی مشکل داشتم جواب. این پس جواب منطقی برای داروین پیدا نکرده با وجودی که تمام جوابها رو خونده. و بعد یه روز هم یه داستانی تعریف میکنه که با یکی از دوستاش که همکلاسیش بوده تو همون کالج مذهبی که میرفتن، رفته بوده این موزه طبیعی نیویورک و اونا که داشتن توی اون موزه هم مثل که یه قسمتی راجع به همین دعوا تکامل بوده که اونا رو بررسی میکردن. این به دوستش میگه که شاید اصلا داروین حق داشته و اون دوستش شروع میکنه به مسخره کردن، این میگه اجداد تو کدوم میمونا بودن، مثلا تو فکر کنی اجدادت میمون بوده، اجداد تو کدوم میمونا بودن و اینا. آره. و بعدش که اون میره یه مثلا که گوریل رو میبینه، گوریل احتمالا خشک شده ای بوده که میبینه، اون در واقع خیلی متحیر میشه دوست این و میگه که احتمالا که داروین حق داشته، شاید اونم میرسه به همچین چیزی. اما میگه بعد از یه هفته یا چند هفته کوتاهی که اینو ملاقات میکنه و اون دوباره یک کتاب زیستشناسی دیگه تو دست ویل دورانت میبینه، میگه به من گفتش که تو هنوزم دنبال اونی، اینو ول کن بابا. یعنی منظورش اینه که دوباره برگشت به همون فکر مذهبی که داشت. میگه ول کن این مثلا زیستشناسی رو بذار کنار.
آره این اتفاقی بود که راجع به دوستشون، این هم جالب بود از نظر فرد دیگه‌ای که توی کالج با این همکلاسی بوده و مواجهش با این قضیه داروین و تکامل که با این فرق کرده دیگه. این قضیه بوده. حالا اینجا قضیه ترانزیشن اتفاق میفته که عنوان کتاب هم این ترانزیشنه. در واقع اتفاقی که اینجا میفته اینه که این با وجود اون تمام اون شک هایی که داشته، اما همچنان با قوت به اون کارهای مذهبی که باید انجام میداده ادامه میداده. خیلی قوی در واقع اون دعاها، اون دستیار در واقع کشیش بودن توی کلیسا رو انجام میداده و مطالعات مذهبی و کلاس‌های مذهبیشون اینا میرفت. یعنی اصلا این قضیه به جدا از اون چیزای داروینی که مطالبی مربوط به داروین که خونده بوده ادامه داشته. که و همون موقع هم که این کار داشته میکرده توی در واقع همون مدرسهشون، توی اون کالجشون، با میگفتش که تمام اساتید رو کاملا در واقع دستشون رو باز گذاشته بودن که جواب سوالات منو بدن. خب ولی خب مثل اینکه جواب قانع کنندی باز هم از طرف اساتیدش هم دریافت نمی‌کرده و از طرف دوستاش هم همچنین. یعنی این سوالاش به عنوان کسی می‌دیدن که داره مثلا بیراهه میره یا در واقع یه قسمت تاریک از مغزش فعال شده و اینا، و خیلی هم توی دوستاش نمیتونسته یعنی ارتباط برقرار کنه با این قضیه. به خاطر همین میگفت یه جمعی رو بیرون از کالج پیدا کردم که خودشون رو ایتئیست معرفی میکردن، بی خدا معرفی میکردن، و میگفت توی اون جمع رفتم و با اونا میتونستم راحت‌تر راجع به این مسائل صحبت کنم. آره اتفاقا نمیدونم اینجاست یا جای دیگه، ولی خب من همینجا میگم. میگفت یک نفر رو اونجا دیده بوده که خیلی زودتر از این به این نتیجه رسیده بوده و اتفاقا اون موقع هم از دین خارج شده بوده. منتها میگه مثل من حالت شکسپیری از این یه درام نساخته بود از این قضیه که من داشتم میساختم. اینجا داشته درام میساخته از این قضیه، اما اون فرد مثل که خیلی راحت‌تر باش کنار اومده. و اینجا اتفاقا یک نفر دیگر رو هم چیز میکنه که اون کلا مثل که خیلی وقت بوده که این بوده، حالا یا تو خانواده مذهبی نبوده و اینا، ولی کلا قبول نداشته در واقع وجود خدا رو، و اون بهش صدای من هستش؟ بله دارم میشنوم کاملا. اون بهش میگه که در واقع مسخرش میکنه که هنوز به خدا اعتقاد داره و میگه که اگه خدای تو هست، من الان با تمام وجودم میخوام که یه ساقه بهم بزنه و من از بین ببره. اما خب این اتفاق نمیفته. حالا یه تاثیر روحی این قضیه روش میذاره و خیلی فکر میکنه راجع به این قضیه. یعنی این ارتباطش با این افراد و مخصوصا با اون فردی که باش یه خورده صمیمی‌تر بوده هم تاثیر روش میذاره. خب این دعا میکرده که بتونه ایمانش رو دوباره به دست بیاره. یعنی این وضعیت مطلوبی براش نبوده، وضعیتی که توش بوده، این شک و تردید و اینا. اما خب میگم دیگه از نظر ذهنی نمیتونسته کنار بیاد. و اینجا یه خورده یه چیزی میگه که خیلی این تجربه عجیبی میاد به نظرم. این خب میگم تمام این اتفاقی که براش افتاده بود روش تاثیر میذاره و همچنان هم میخواد از خدا که بهش نشونه بده یا ایمانشو تقویت کنه و اینا. اما میگه یه شب که همجور داشتم دعا میکردم سر این قضیه، تو حالت روحی خوبی نبودم، به خواب میره و وقتی که صبح بلند میشه انگار که مثلا یه تحولی روش ایجاد شده و دیگه احساس میکنه که در واقع اون ایمان قبلی رو نداره و میگه با خودم میگفتم I am an atheist، من یک یعنی بی خدا شدم. حالا بی خدا شدم، در واقع من یک بی خدا هستم. آره این اتفاق براش میفته. این چیزی بود که توی این فصل I meet Darwin گفته شده. آره در واقع ایشون بعد از این قضایا بذار من شایستین رو قطع کنم.
حالا بعد از اینکه داروین رو پیدا کرد یک سری از چیزهای قبلیش رو از دست داد، یک سری از در واقع تئوری‌های ذهنی قبلیش تغییر کرد. آره دیگه، آره میگم قبلش کار تغییر کرد. آره ایشون با داروین روی شد و اون منطق نتیجه گرایی و تحلیل متافیزیک. آره و دنبال جواب هم رفت دیگه، نه جواب ها رو توی کتاب ها و متنایی که خون پیدا کرد، نه از اساتیدش تونست بشنوه، نه ارتباط خوبی با همکلاسیاش تونست بگیره. آره نتونست جواب قانع کننده بشه. آره ولی یه مسئله جالبه که این خودش مثل داروین محقق نبوده، ایشون مفسر بوده در واقع. آره دیگه میشه گفتش که نمیدونم حالا این به اون چیزی که داروین خب خیلی سفر کرده بود و گونه‌های مختلف رو جمع کرده بود و بررسی کرده بود، خیلی کار مثلا عظیمی انجام داده بود برای تو کتاب. آره ولی خب تایپ این هم اون شکلی نبود. یه واقعا این اومده اونا رو بررسی کرده، صحبت‌ها رو گوش کرده، بعد نگاه کرده ببینه خب کسی هستش که بیاد اینو شکست بده. آره. بعد دیده خب کسی اینو شکست نداده. آره. تئوری ذهنی خودش هم چیزی نبوده. میدونی یعنی خودش هم تئوریستین نبوده که یا اصلا تئوری من اینه، حالا داروین با تئوری من میخونه. میدونی یا با تئوری من نمیخونه. میدونی منظورم چیه؟ آره نه این فقط در واقع بررسی کرده و حتی این اطلاعات بیشتر نامیدنش. آره این تغییر هم براش مثل که خیلی سخت بوده. حالا من نمیدونم شما چقدر وقت داری، چون یک قسمت یک فصل دیگه هم حاضره برای ارائه، نمیدونم چقدر وقت داری که بسیار عالی. اگه اشکالی نداشته باشه فقط میگم یه ذره من ببخشید چون تو ماشین رو رفت و اومد و اینا یه ذره ایتیپی اگه برای شما مشکلی نباشه مسئله نیست. اوکی حله وقت هستش الان برای یه چیز جالب. آره حتما. من یه آنتراکت فقط 5 دقیقه میگیرم بعد دوباره به شما زنگ میزنم. ببین یه چیز جالبی که فقط وجود داره توی این قضیه اینه که ایشون در واقع دیتا ها رو بررسی میکنه و آدمی هستش که خودش رو قاطی تحلیلش میکنه. الان من چیزی که تا اینجا فهمیدم از این موضوع اینه که ایشون یک ذهنیت و یک وجودیت جهتداری دارند و روی تحقیقات ذهنیت و وجودیتش تاثیر میگذارد. روی تحقیقاتشون ذهنیت تاثیر میذاره؟ یعنی ما در آینده که بخوایم داستان تاریخ فلسفه رو از زبون ایشون بشنویم باید به این نکته بدونیم، حتی تا اینجایی که داریم میریم جلو، تا اینجایی که منتشر باید ایشون رو به عنوان یکی از دوستامون بدونیم که با یک سری از این خصوصیات برامون داره یک قصه رو تعریف میکنه. نه به عنوان به نظر من ذهنیتش و تحقیقاتش تاثیر داره. تا جایی که من فهمیدم از ایشون یاد به دستم رسیدن. آره البته نمیتونه مفرد صرف باشه. ببین اگر میتونه صرف باشه من جنگ نداشت با خودش. آره اون قضیه جنگ واقعا هستش. منتها خب موضوع سر اینه که در نهایت بازم رو اون عقیده‌ای که از قبل داشته، یعنی روی اون ایمانه نمونده. حالا یعنی اینکه اون عوض شدن ترانزیشنه در واقع یه خورده اتفاق افتاده براش، اما سر این قضیه که جنگ داره با خودش، یعنی آره جنگ داره باید میکنه تو قضایی. مثلا تو جالبیه بسیار. حالا من آروم دارم ایشونو میشناسم مثل یک دوستام. دارم میفهمم که مثلا آره جالبه این کتاب. آره تو زندگی نامه خوندن هم خیلی
اینم جالبه که آره آدم خودش رو چون اتفاقات رو فکر کنه که واقعا برای یه فردی هست که این اتفاق افتاده خودت رو کاملا میتونی به هر حال ماستی برای ایواز ما باید در واقع ایشون از این دیتایی که داره بشناسیم یا دقیقا به عنوان یک شخصیت وقتی ما شخصیت رو بشناسیم تو ازه میتونیم حرف جان؟ خب فکر کنم خیلی دیلی داریم بله میشه یکی از دوستاست آقای ویلدوران میشه یکی از دوستای ما که یه تیپ خاصیه حالا ایشون وقتی صحبت میکنه شما در واقع اون تیپ رو داری ازشون حرفا رو میشنوی فکر کنم یکی از دوستای شما خیلی چیزه خیلی آره فکر کنم یکی از دوستای شما هست که خیلی مثلا میگم جوشیه خب حالا وقتی داره از واسه شما از یه دونه مثلا یک قضیه از یک تصادف وقتی داره